در تالار ریاست مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов نشست 227مین محفل علمی و ادبی گنج سخن برگزار گردید. این نشست اهل علم و ادب زیایان صاحبان کسب و کار مختلف را گرد آورد. محفل با نمایش کتاب‌های شاعر حاجی حسین موسی‌زاده آغاز یافت که مهمانان را به عالم گنجینه افکار این ادیب آشنا ساخت. زیاده از 20 سال است که با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و مؤسسه دولتی دانشگاه دولتی خوجند محفل علمی ادبی گنج سخن تشکیل و برگزار کرده می شود. این محفل تاکنون 226 نشست خود را برگزار نموده، در آنها بیشتر از 1000 معروضه های علمی، سخنرانی ها، قرائت شعر، معرفی ادیبان جوان و نوقلم شنیده شده است. از منبر محفل ادیبان و عالمان معروف ولایت، سخنوران و دانشمندان شهر دوشنبه، ولایت ختلان، کوهستان بدخشان، حصار شادمان، قلمکشان از خارج کشور من جمله وادی فرغانه برآمد کردند. در ادامه محفل چند معروضه و سخنرانی و سلسله برآمدهای صنعتکاران با اجرای سرودها صورت گرفت. در جریان محفل کتاب‌های تازه نشر شاعر حاجی حسین موسی‌زاده به اهل علم و ادب و هواداران معرفی گردید. در جریان این محفل ما با دنیای شعر، با عالم شعر، دنیای اندیشه شاعر حاجی حسین موسی‌زاده شناس کردیم. حاجی حسین موسی‌زاده چند گلچین اشعار و نهایت دیوان اشعار خود را نیز به تصویب رسانیدند که هر یک شعری که در این مجموعه های اشعارشان جای گرفتند دارای مضمون و مندرجه بلند و یک واقعیت زندگی، واقعیت حیات انسان را از گذشته از ازل تا به امروز در خود فرا می‌گیرد. سپس معروضه در موضوع نقش موسیقی در روزگار امروز با در نظر داشت بسیاری از مسائل بحثناک موسیقی و جامعه ارائه کرده شد. حضور شاعر خلقی تاجیکستان استاد فرزانه به محفل شکوه تازه بخشید. صحبت شیرین و پرمحتوای ایشان در موضوعهای ادبیات و حکمت، آدم و آدمگری، محبت و پاسداری، احترام آدمیت اهل نشست را به وجد آورد.